3 حکایت کوتاه شنیدنی از کتاب مثنوی مولانا. درویشی که بسیار فقیر بود و در زمستان لباس و غذا نداشت، هر روز در شهر هرات غلامان حاکم شهر را می‌دید که جامه‌های زیبا و گران قیمت بر تن دارند و کمربندهای ابریشمین بر کمر می‌بندند. روزی با جسارت رو به آسمان کرد و گفت: خدایا، بنده نوازی را از رئیس بخشنده شهر ما یاد بگیر. آخر ما هم بنده تو هستیم. زمان گذشت و روزی شاه خواجه را دستگیر کرد و دست و پایش را بست. میخواست ببیند طلاها را چه کرده است. هرچه از غلامان میپرسید آنها چیزی نمیگفتند. 1 ماه غلامان را شکنجه کرد و میگفت بگویید خزانه طلا و پول حاکم کجاست. اگر نگویید گلویتان را میبرم و زبانتان را از گلویتان بیرون میکشم. اما غلامان شب و روز شکنجه را تحمل میکردند و هیچ نمیگفتند. شاه آنها را پاره پاره کرد ولی هیچ یک لب به سخن باز نکردند و راز خواجه خود را بازگو نکردند. شبی درویش در خواب صدایی شنید که میگفت: ای مرد، بندگی و اطاعت را از این غلامان یاد بگیر. مردی زن فریبکار و حیله‌گری داشت. مرد هرچه می‌خرید و به خانه می‌آورد، زن آن را می‌خورد یا خراب می‌کرد. مرد از دست زن خود کاری نمی‌توانست بکند. روزی مهمان داشتند و مرد 2 کیلو گوشت خرید و به خانه آورد. زن پنهانی گوشت‌ها را کباب کرد و با شراب خورد. مهمانان آمدند. مرد به زن گفت: گوشت‌ها را کباب کن و برای مهمان‌ها بیاور. زن گفت: گربه گوشت‌ها را خورد، گوشتی باقی نمانده، برو دوباره بخر. مرد به نوکرش گفت: ای غلام، برو ترازو را بیاور تا گربه را وزن کنم ببینم وزنش چقدر است. گربه را وزن کرد، 2 کیلو بود. مرد به زن گفت: خانم محترم، گوشت‌ها 2 کیلو بود، گربه هم 2 کیلو. اگر این گربه است پس گوشت‌ها کو؟ اگر این گوشت است پس گربه کو؟ مردی در یک باغ درخت خرما را با شدت تکان میداد و بر زمین میریخت. صاحب باغ آمد و گفت: ای مرد احمق، چرا این کار را میکنی؟ دزد گفت: چه اشکالی دارد؟ بنده خدا از باغ خدا خرمایی را بخورد و ببرد که خدا به او روزی کرده است. چرا بر سفره گسترده نعمتهای خداوند حسادت میکنی؟ صاحب باغ به غلامش گفت: ای غلام، آن طناب را بیاور تا جواب این مردک را بدهم. آنگاه دزد را گرفتند و محکم بر درخت بستند و با چوب بر ساق پا و پشت او می‌زدند. دزد فریاد برآورد: از خدا شرم کن، چرا میزنی؟ داری مرا میکشی. صاحب باغ گفت: این بنده خدا با چوب خدا در باغ خدا بر پشت بنده خدا میزند. من اراده‌ای ندارم، کار خداست. دزد که به جبر اعتقاد داشت گفت: من اعتقاد به جبر را ترک کردم. تو راست میگویی ای مرد بزرگوار، نزن. بر جهان جبر حاکم نیست، بلکه اختیار است. اختیار. از اینکه تا آخر داستان همراه ما بودید سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات زیباتون ما رو همراهی کنید و از سایر ویدیوهای ما دیدن کنید.